چند سال پیش شهر لس آنجلس در معرض خشکسالی قرار میگیره. به خاطر همین آمریکایی‌ها میان و طرح جالبی رو میدن. اونا 96 میلیون توپ سیاه رنگ رو داخل مخزن این شهر خالی میکنن. این توپ‌های سیاه رنگ به شکلی طراحی شده بودن که از آب در برابر آلودگی غبار، باران، مواد شیمیایی و حیات وحش محافظت میکرده و همچنین مانع از تبخیر شدن این حجم از آب می شده. این پروژه 300 میلیون گالن آب صرفه جویی میکنه و پروژه‌ای که اینا روش کار کردن 300 میلیون دلار هزینه داشته. و همچنین توپ‌های سیاه رنگ مانع از آلوده شدن آب توسط جانداران و انواع آلودگی‌های محیطی میشن. این توپ‌ها به اندازه یک سیب بزرگ هستن و تولید هر یک از اونها 36 سنت هزینه داشته و به این دلیل سیاه رنگ هستن که رنگ سیاه تنها رنگی که میتونه پرتوهای فرابنفش رو منحرف کنه. و جالب ترین بخشش اینه که طراح این طرح یه ایرانیه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و همچنین کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید. چند ثانیه طول میکشه ولی برای ما خیلی ارزشمنده. دوستتون دارم. سرحال پر انرژی باشید. داخل ویدیوهای بعدی منتظرتونم.